پاکستان بامداد جمعه به شهرهای بزرگ افغانستان از جمله کابل پایتخت این کشور حمله کرد. همزمان وزیر دفاع این کشور گفت که پاکستان صبرش تمام شده و وضعیت را جنگی آشکار اعلام کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز بمباران شدن برخی مناطق کابل، قندهار و پکتیا توسط نیروی هوایی پاکستان را تایید و از آغاز دوباره عملیات گسترده تلافی‌جویانه علیه مراکز نظامی پاکستان خبر داد. عملیات اخیر پاکستان پس از آن انجام شد که نیروهای افغان شامگاه پنجشنبه در واکنش به حملات هوایی پیشین اسلام آباد به نیروهای مرزبانی پاکستان حمله کردند، رخدادی که در ادامه ماه‌ها درگیری مرزی صورت می‌گیرد. به ادعای خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان، طالبان افغانستان را به مستعمره هند تبدیل کرده، شبه نظامیانی از سراسر جهان گرد آورده و صدور تروریسم را آغاز کرده است. در این میان ایران خواستار خویشتن‌داری همسایگان در ماه رمضان شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اندکی پس از شعله‌ور شدن درگیری‌های مرزی، آمادگی ایران را برای تسهیل گفتگو میان افغانستان و پاکستان اعلام کرد.